ساکنان ختلان از موسم گرفتن جوانان به سربازی سرگذشت‌های گوناگون نقل می‌کنند که در پیش انتقادهای شدید از کارمندان کمیسریات‌های حربی دارد. دلشاد چند روز از بستری است. او میگوید کارمندان کمیسریات حربی او را به چنین حال آورده اند. او با دوستانش در منزل پدر بودند. نقل می‌کند ناگهان نظامی‌ها وارد خانه شدند. یه قرتقم قاپیدات کرتام کاشی دریده کاشی میگو هویم ته خیرات و گاب زنه که کاش دستم میگم میبرم. دلشاد میگوید از این عمل آنها ترسید و از هوش رفت. پدرش وقتی به خانه رسید پسرش را روی حوله خوابیده دید. خب اونو میدون دا اونو چی دا برون دا تا درون دا شرابتگی ادانش خب وارابتیست. او بچه گفتم گلا که تاریک کردیش شما ایزان نمیکنه شرم نمیدونه که تی کارا میکنین آدمای با برو شما کورکین دولت که باشم تر میکنین تا داگو دخونه میگم دعوانامه روی نکاوش یگم شدنامه یگم پوسکار روی نکاوشی گفتم نزاش تو ناقیه تری کارو شرم بدونین عیب بدونین خیلی چی میگو دیگه. دلشاد را در حال بیهوشی گرفته به کمیسریات حربی میبرند. او جابردمش که کل خگمولامول کن شپوشاب کن که نشی با اجازه بعد میگم خیلی هوش کن اسکوری ما درون نداره اسکوری خانه کدوم اسکور فارو که درون نداره چیکارش میگم تو اسکور خالی تداری که بیا گفتم بارش کنیم گفتم خیلی فالیسای کالون باریمش کو چیگا میشه بعد نش مجبور خیلی میگم چیگا من نمیگیره بعد بچه خدمت کردم گفتم بچه‌ام بگید شنوش بون میگیره بعد پشت تو کساش کنم بعد بیرون آورد بعد جخای کامتی میردم داد نسل کرد برکم اسکور داد بعد بالشش بردم. 4 پسر نورعلی مرادوف سربازی رفته به گفتش با سر بلند برگشتند. دلشاد پسر خردی اوست. این پدر از شیوه کار مقامات نارضاست. خدمت پویسکت بتا اکا میگن پویسکش کنارا دعوادوما کنارا دی بعد گناگوری یه نودامگریایی اده نودام میشه بگو ناقی مراد میدونه خیلی کیلومتر تاز دادش پوش بازمونه یا حادثه شوچ کمک کنم با کی دعوا کنم خدی کیلوم خد به خد گرفتم اون همسایه اومدن ایسو گلاکو خدی کشته گرسته استند که داخل نورالی تروریست درون ما گفته ای با شرم ای او نمیخواهد به جای شکایت کند چون که به بررسی آن باور ندارد. ای خدمت هیچ کنه ترسه خدمت هیچ کنه میگریزه نکی تری نواقی بچم در کور نیستی اوخه. احمد جان امیر دانشجوست کلمه ابله را شنیده خود را از صنفخانه پایین پرتافته است. گفتم اگه دختر میبرم اونجا گفتن روز با این کماتون بودم کاتیام پرسم. احمد جان امیر در کالج آموزگاری کولاب تحصیل می کند. حالا در بیمارستان است و پای و میانش لط خورده است. 8 روز شد 9 روز شد مامجا اشتگی. والدین احمد جان به رادیو آزادی گفتند بعد از لط خوردن فرزندشان مفتشان به تحقیق حادثه شروع کردند. اومدم جای امنیت هم دین اومدم با نمی پیش عبید اومدن دین خیلی گفت نقل کرد گفت که خیلی شیدم نمتری. در کالج آموزگاری شهر کولاب وجود ابله را رد کرده گفتند احمد جان امیر بیماری روحی دارد. کسل روحی پوهی نیستم و کسل روحی یقون میدان نیستم خدوان نشونت های کسل. شیوه به زوری گرفتن جوانان به خدمت حربی که معمولاً ابله و نامیده می شود بر طبق قانون تاجیکستان منع است. با وجود این مردمان زیاد از معمول شدن آن در موسم دعوت شکوه می کنند.